السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران امیر نگفتن امانت امی که یاد سبشنی های این مدت روان میکنن که خبری نیک 16 ماه سال 2018 ماه شریف رمضان می‌دراید. این رو به دیگران رسانید، چون که وعده الله هست که آن نفر آمدنی ماه شریف رمضان رو به دیگر کس روی میکند دوزخ برای او حرام است. سبحان الله. آخه در کی جای همین دلیل که جا داره کم صحیح کم قرآن و سنت گرفتگی همین چیز روی کردن. آخه همون یهود و نصارا هم همین خیلی میکنن، میگن نه که دلیل نمیارم. سبحان الله. ما بچ بین یهود و نصارا چی فرق کرده؟ فرقیت ما همیه که ما نماز میخونیم و دلیل حجت داریم. برادران قچی گفتنیم که همین چند کس ضروری میکنی این خودش همیت دروغ میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونی که چه میفهمید که رمضان نزدیک شده است یا که رمضان انا میشه همین نزدیکی رمضان شدن محتاب شو میشید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم ایروی علی چی میکرد؟ صحابه میگفت که انا چی قریب اومده رمضان قریب اومده اینا پگه یا که فردا رمضان میشه. والله علم انشاءالله که اگر که شروع نفهمیدین ما حدیث شروع نمیدونم خدا ما را ببخشه اگر خطایی کردم. من برادر رو گفتم که هیچ قدر روان نکنین که شما در دروغ شریک میشین. تو دروغ با پیامبر میبری وقتی امیر روی کردن امیر میدونی پیامبر صلی الله علیه و سلم در دروغ میبری همین چیزا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثش چی میگه که همین چیزی را من نگفتم اگر که شما بگین که امیر ما گفتگیم خطونا بعد آتش جهنم تیار کنید. در صحیح بخاری است. والله الله مسلم صحیح بخاری را تماشا کنید بخونید بفهمید خطون بفهمید که دلیل باید ایکی جو ما بیاریم چیه برای ما دلیل چی. اگر که نفهمو که نفهموندم شروع نفهمونده نتونستم مرا ببخشیم برادر اول که خدا الله حضور میپرسم که الله مرا ببخش اگر چی خطایی کردم و امیر هم آدم فهم کنید برادران که همه آگاه باشن و وقتی در پناه الله باشن به خاطر الله شما را میگم اگر که یکم چیز خطایی کرده باشن و ما بگیم که در یاد بنویسین و این را روان کنید با یک بار دیگه میکنید که دو فهمانتر شما را بفهمانیم شروع دار و در پناه الله جزاک الله خیره. صحابه تیر کرده سرمون شما آمد دین غریب شده. اگر یاده اگر خوابای دروغ بگویی اگر خوابای دروغ بگویی بیان کنی در سری منبر بگویی که خو دیدم فلانی زیارت خو دیدم که امی طور یک قوای کافر آمد و امی زیارت خیست و زد کلش از بین برد. کلی مردم خوش میشه بسیار خو دیده مردم خوش میشه. توحید الله را بیان میکنی مردم غمگین است دلتنگ است. چرا؟ دین غریب است بیان نشده به مردم توضیح داده نشده قرآن تفسیر نشده که مردم حقیقت دین بدانه. نه قطش ناشناست خلاص. اگر توی گپا را گفتی خلاص هستی دیگه تا پس سرت لگانده شده باز انواع اتهامات سرت میکنه. تو بدعت رد میکنی و میگه خیرات قبول نداره. تو بدعت رد میکنی و میگه دعا را قبول نداره. تو شرک رد میکنی و میگه اولیاء را قبول نداره. امیگه پس در عبادات غربت در عبادات بیا عبادتی که ما میکنیم کدام عبادت است؟ پیش مردم بسیار غریب معلوم نمیشه. یک کمی نمازی تا طولانی تر بخوام. یک کسی پیش ما آمد مرا گفت که مولوی صاحب وهابی را برام معرفی کن. من گفتم یک شرط مقطعت میمانم باز بعد از برای تشریح میکنم وهابی را. گفت چی شرط؟ من گفتم نماز خود خواند خیلی زود نماز خواند. من گفتم یک شرط است که تو نمازت خیلی با تأنی با تأمل آرام بخوانی. رکوع را که میکردی خب آرام 5 دفعه سبحان ربی العظیم بگو 7 دفعه. فهمیدی ثوابی زیاد داره. بعد از او بالا شو قومه را خیلی خوب درست بکو. یعنی دعا آمد اگه تو یاد بگیری بخوانی تنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد نیست حمدا كثيرا طيبا یا است ملء السماوات و ملء الارض. این دعا است ایره بخوان. بعد از او باز ما گفتم هر وقت که نمازی تا باز دیدم که تو صحیح کرده بعد از او پیش ما بیا که من وهابیت برات معرفی کنم. مردکه خیست رفت. یک روز میاد خنده میکنه گفت والا من شناختم وهابیت. گفتم چرا؟ گفت نماز درست خواندم یک نفر که نماز خلاص کردم مرا گفت که تو وهابی شدی.
ما برش گفتم که چرا؟ این نماز چی رقم خواندی؟ ما برش گفتم که آل معنای وهابی را فهمیدی؟ اگر عمل به سنت رسول الله میکنی صلی الله علیه و سلم، نماز را درست میخوانی، مردم از بدعت منع میکنی، از شرک منع میکنی، دعوت به سوی سنت میدی، دعوت به سوی توحید الله میدی، به مردم میگی که ولا و برا از جز دین است، دوستی با مؤمنا و دشمنی با کفار از جز دین است، اسلام نواقص داره، یعنی چیز شکننده اسلام است، خلاص دیگه اونمونجا تو وهابیستی. اگر میگی که یک امام پیغمبر نیست، مقام مرتبه از او به پیغمبر نمیرسه، او یک عالم بزرگ امت است، قابل احترام قدر است، ولی سخنش دلیل نیست، خلاص دیگه بزرگترین وهابی توستی. چرا تو گپا را میزنی؟ چرا گپا را میگی؟ نماز است، دور نمیریم. اون مثالی که همیشه با چشم سر میبینیم، نماز غریب نیست فعلا در امت. خفتن و سوبکی را در مساجد ببینه که چقدر نماز غریب شده. محله مسجد پرسان که مربوطش چند خانه است، 1000 خانه. در یک جای ما رفتم، در مسجد سوبکی بسیار نفرای خیلی محدود آمده بود. سوال کردم از مولوی صاحب که مولوی صاحب چقدر مقتدیات است؟ گفت مربوط. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...